پس اینجا سوال به میان می آید که شروع انقلاب دولت اسلامی قراتگین را کی تأسیس داد و نسبت عمل کرده هایشان سپارش ها را از کی می گرفتند؟ برای یافتن پاسخ به دلیل های ردناپذیر تاریخی می نگریم. راستی را من بگویم وقتی که در اتاق کاریم ساعتی 10 تخمین در آنجا با مردم عرض و نیاز ایشان را درخواست آنها را می کردم، ناگاه دیدم هلیکوپتر یعنی ورتلیات های دولتی از طرف بالای غرام فرود آمدند و به من در حال خبر کردند که یعنی این ورتلیات ها دیسنت پرتافتند. پس تمام آن مجاهدانی که در اینجا استادگری کرده بودند آنها در حال موقع و مکان خود را گرفتند و با سرفرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران این خبر را فوراً دادیم. ایشان فرمود که اولا با از آنها سخن بگیرید و مقصد ایشان را بفهمید.